این لوگوی یه شرکت جهانیه. به آستراتیتی خوش اومدید. این شرکت با کسب مجوز از SSM که یک نهاد دولتی با مسئولیت ثبت و نظارت بر فعالیت شرکت هاست، از سال 2022 شروع به کار کرده. دفتر مرکزی شرکت در کوالالامپور، پایتخت مالزی و همونطور که ملاحظه می‌کنید در کنار شرکت‌های معتبری مثل اموی هستش. اساس فعالیت شرکت تولید محصولات سازگار با محیط زیست، از جمله باتری‌های لیتیومی، ایستگاه پاوربانک شارژ موبایل و لاکرهای رمز داره. این محصولات در مکان‌های پرتردد و شلوغ مثل فرودگاه‌ها، شهربازی‌ها و مراکز خرید قرار داده میشه و مردم بابت خدماتی که از اینها دریافت می‌کنن اجاره می‌پردازن. اینجا جم سنتر نیاوران و شما دو نمونه مشابه اینها رو از شرکت جابار و دیجیکالا ملاحظه می‌کنید. آستراتیتی 12 منبع درآمد داره که الان میخوام راجع به یکی از اونها صحبت کنم که بر پایه اقتصاد اشتراکی بنا شده. خب سوال اینجاست که ما چطور میتونیم با این شرکت همکاری کنیم و کسب درآمد داشته باشیم. ما میتونیم با سرمایه گذاری روی یک یا چند لاکر و پاوربانک از درآمد حاصل از اجاره این دستگاه‌ها شریک بشیم. به این میگن اقتصاد اشتراکی. خب در ادامه براتون مثالی میزنم و وضعیت درآمدی یکی از دوستان خوبمون رو که در این شرکت فعالیت میکنن رو براتون مطرح میکنم. خب دوست خوبمون 76 تا لاکر خریده، درآمد روزانش $486 و در حدود $30,000 درآمد داشته. در حدود $23,000 از این مبلغ رو میکشه بیرون و شما این اعداد و ارقام رو تنها بعد از 7-8 ماه از فعالیت ایشون در این شرکت میبینید. خب برسیم به قسمت جذاب ماجرا. از میان دریافتی‌های متعدد ایشون 2 عدد رو به عنوان مثال انتخاب می‌کنیم و می‌بینیم بعد از کسر کارمزد به حساب اکانت نویتکس ایشون واریز شده. نوش جونت، گواره وجودت هر جا که هستی. این شما و این هم آستراتیتی.